از همون بچگیام بهترین خاطره هام از حرمه. خدا رو شکر میکنم سایه امام رضا رو سرمه. وقتایی که حاجتم نمیشه روای حکمتی داره، میدونم امام رضا مهربون تر از پدر مادرمه. آرامش یعنی گوشه سهل گوهر، شادش یعنی روبرو پنجره فولادش روبروی زری. آرامش داره اون که امام رضا میخوادش، غم و غصه دیگه میره از یادش روبروی زری. مرهم دل زار و خسته و برشکسته و تنها، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا مولا، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا مولا. زائر امام رضا میشه مشمول دعای فاطمه. سائل امام رضا رزق و روزیش همیشه فراغمه. زیر ایوون تلاش بهترین فناق دل شکسته هاست. هرچی از کرامت و لطف بی حدش بگم بازم کمه. میدونم که خبر داره از دل مجنونم، منو میبینه وقتی که گریونم، آخه صاحبمه. میدونم زندگی ما به این آقا مدیونم، تا ابد در این خونه میمونم، آخه صاحبمه. ای پناه من، تکیه گاه من توی سختی دنیا، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا مولا، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا مولا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقت همه شما به خیر باشه. الحمدلله رب العالمین. خدا رو شکر که یک صبح دیگه توفیق داریم دور هم جمع بشیم برای تعجیل در امر فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا کنیم. الحمدلله رب الشکر، الحمدلله رب العالمین. خدا رو شکر، خدا رو به وسعت رحمت و مغفرت شکر. اذن دخول حرم مطهر آقا رو با هم زمزمه کنیم و بعد هم در خدمتتون هستیم با قرائت زیارت امین الله و دعای عهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك صلواتك عليه وآله، وقد منعت الناس أن يدخلوا إلا بإذنه، فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرته.
وأعلم أن رسولك وخلفائك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون السلام وأنك حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم فإني أستأذنك يا رب أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض عليه طاعته ولي ابن موسى الرضا عليه السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن لي يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل بذلك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك زیارت کنیم به نیابت از آقا امام الزمان آقای رؤوف منر علی ابن موسی الرضا علیه السلام به زیارت امین الله. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا مولا یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعضاك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفضائل نعمائك ذاكرة لثواب غالائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارغة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والحة وسبل الراغبين إليك شارعة وأعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحوما
والإغاثة لمن استغاث بك موجودا، والإعانة لمن استعان بك مبذولا، وعداتك لعبادك منجزا، وزلل من استقالك مقالا، وأعمال العاملين لديك محفوظا، ورزاقك للخلائق من لدنك نازلا، وعوائد المزيد إليهم واصلا، وذنوب المستغفرين مغفورا، وهوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرا، وعوائد المزيد متواترة، ومواد المستطعمين معدة، ومنائل الظماء مترعة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي، وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا، واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدهذ كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدیر. در محضر آقا علی ابن موسی الرضا علیه السلام با امام زمانمون تجدید عهد کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب النور العظیم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي يشرقت به السماوات والأرض، وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حيا حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي الغائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سحلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي أحدا وأقدى
وبيعة له في عنقي لا أهول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء هوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا غناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة وجه الناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدود أزرا وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين. اللهم سر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم السكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه القمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي یا صاحب الزمان. تعجیل در امر فرج آقا امام زمان اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی در خدمتتون بزرگوارین سلامت باشین در پناه امام زمان سلامت باشین. خیلی خوش اومدین خیلی خوش اومدین. زیارتاتون قبول باشه ان شاء الله در پناه امام زمان. میگردم دنبالتون خدا این دوربینش کجاست چجوریه رکاب در رکاب مولا باشه ان شاء الله. سلامت بزرگم در خدمتتون هستیم. ما میخوایم بریم داخل روضه منوره. اگر تشریف میارید با ما بریم در پناه آقا باشه. الحمدلله رب العالمین. خدا رو شکر. خدا رو به وسعت رحمت و مغفرت شکر. الحمدلله رب العالمین.
طبق برنامه هر روزمون 11 مرتبه سوره توحید و هر چقدر هم که ارادت دارید به آقا رسول الله و اهل بیت معصومین صلوات بفرستید بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. لم يلد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على الحمد لله. آقا سلام علیکم. وقتتون بخیر باشه. در رکاب مولا باشید. سپاس. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله. اللهم صل على محمد. یاد کنیم همه اموات در گذشتگان، اسیران خاک، علما، صلحا، شهدا، امام شهدا، ذوی الحقوق، اقوام، قومان، خویشان، همسایگان، همه رو یاد کنیم، مخصوصا آیت الله شهید رئیسی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد. خداوند انشالله که ببخشه و بیامرزه همه اموات در گذشتگان، ما هم که به اموات ملحق شدیم خداوند ما رو مورد رحمت واسع خودش قرار بده. صف زیارت همین چند نفر هستن، بریم زیارت بریم. دست ادب رو سینه بذارید تا چند لحظه دیگه همه چشم ها به ذریح منور و نورانی آقا علی بن موسی رضا انشاءالله منور میشه. با احترام و با ادب به آقامون سلام عرض کنیم، تحیه کنیم. صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک یا مولا یا ابوالحسن یا علی بن موسی رضا. آقا جان جانم به فدات و رحمت الله و برکاته. مثل کسی که در حال غرق شدن امیدی به نجات نداره، تنها امیدش خداست. این قطاع از همه جا، از تمام اسباب عللها قطع امید کرده. مثل این چنین کسی برای مولامون مضطرانه دعا کنیم، استغاثه کنیم. اصل استغاثه اینه که همراه با گریه باشه، با زجه باشه، با ناله باشه. اصل اینه. حالا اینجا بنده بعضا به خاطر این شرایطی که وجود داره زائرین امکان این هست که اذیت بشن،
خودشون خلوتی دارن، خلوتشون رو به هم نزنیم. ما رعایت میکنیم، بنده آرام این دعای فرج رو میخونم و توسل به ائمه معصومین داریم. اما شما که در منزل هستید، اگر که حتی گریه‌تون نمیاد، خودتون رو به گریه بزنید، حالت تباکی داشته باشید. اینطور باید برای مولا دعا کنیم. دعایی که میکنیم اینه که خدایا مولامون رو به ما برگردان. خدایا ما کوتاهی و کمکاری در حق مولامون زیاد انجام دادیم، کوتاهی های ما رو ببخش و مولای ما رو به ما برگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی اعظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکا و علیک المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وأرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر او هو اقرب. همه با هم یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. إلهي يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. إلهي ده مرتبه همه با هم بك يا الله 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 يا الله. عجل لوليك الفرج، عجل مولانا الفرج. إلهي بمحمد خاتم النبيين وسيد المرسلين عجل لوليك الفرج. إلهي بعلي سيد الوصيين وقاد غر المحجلين عجل لوليك الفرج. إلهي بفاطمة سيدة نساء العالمين عجل لوليك الفرج. إلهي بالحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة عجل لوليك الفرج. إلهي بعلي بن الحسين سيد الساجدين عجل لوليك الفرج. إلهي بمحمد بن علي عجل لوليك الفرج. إلهي بجعفر بن محمد عجل لوليك الفرج. إلهي بموسى بن جعفر عجل لوليك الفرج. إلهي بعلي بن موسى عليه السلام عليه آلاف التحية والثناء عجل لوليك الفرج. إلهي بمحمد بن علي عجل لوليك الفرج.
إلهي بعلي بن محمد عجل بليك الفرج إلهي بالحسن بن علي عجل بليك الفرج أحمرت إلهي بالحجة 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 عجل بليك الفرج عجل مولانا الفرج خدایا خداوندا پروردگار و فرج مولام فرج آقام فرج مولام آقا حجت ابن الحسن معجل با پناه نظام فرمودن که گوشی رو خاموش کنید. بنده چند لحظه دوربین رو خاموش کردم، اجازه ندادن این خادم عزیزمون که خدایا خداوند و پروردگار و فرج آقامون امام زمان حجت ابن الحسن العسکری برسه. خدایا خداوند و پروردگار چشم‌های رمد دیده ما رو به جمال نورانی آقا جان امام زمان روشن و منور بگرد. رزمندگان اسلام نصرت عنایت بفرمایید. شر اشرار کید کفار مخصوصا رژیم منحوس صهیونیسم از صاحب خودشان بریم. حاجتمندان از این جمع به حق آقا علی ابن موسی رضا ملتمسین دعا، به حق آقا علی ابن موسی رضا حوائجشون از صاحب برآورده به خیر و رحمت بگردید. خدایا خداوند و پروردگار قرض مقروضین گرفتارها برطرف بگردن. خدایا به همه بی بچه ها کم بچه ها با عافیت سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف عنایت بفرمایید. خدایا خداوند و پروردگار به همه بی خانه ها مستاجرها، اونهایی که خانه های کوچکی دارن، خدای خانه های وسیعی که خرج مجالس روزه امام حسین علیه السلام مجالس اهل بیتش عنایت بفرمایید. خدایا خداوند و پروردگار ذوی الحقوقین ارحام، اونهایی که حقی به گردن ما دارن، حقی ازشون ضایع کردیم، به حق آقا علی ابن موسی رضا صاحبان حق رو از ما راضی و خرسند و خوشنود بگردن. محبتی در قلبشون قرار بده که از ما بگذرن، ما رو حلال کنن. اسباب و عللی قرار بده خدایا که کسی نباشه که از ما طلبی داشته باشه، ما به کسی بدهکار باشیم. خدایا شب اول قبل علی و اولاد علی فریاد همه ما برسه. عاقبت امر ما رو ختم به خیر و سعادت و شهادت در رکاب امام زمان قرار بده. آمرزش اموات مخصوصا از جمع حاضر، قبولی طاعات و عبادات و زیارات، فاتحه مع الاخلاص، بلند جلی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ببخشید همین الان یادم اومد آقا سید عزیز سید فریمانه رو دیدم، یادم اومد من بعد انشالله بعد از ذکر فرج که داریم در انتهای توسل به 14 معصوم 5 مرتبه هم به نیابت از آقا قمر بنی هاشم، حضرت زینب سلام الله علیها، آقا علی اکبر، آقا علی اصغر، حضرت رقیه، حضرت ام البنین شهدای دشت کربلا، 5 مرتبه هم به نیابت از این عزیزان مخصوصا آقا قمر بنی هاشم 5 مرتبه اللهم عجل ولیک الفرج بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج. 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 خدایا خداوند و پروردگار و به حق آبروی آقا قمر بنی هاشم، خانم زینب سلام الله علیها، خانم رقیه، آقا علی اکبر، آقا علی اصغر شهدای دشت کربلا، خانم ام البنین، فرج مولامون، آقامون، پدر مهربونمون، امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه و شریف از سایه برسه. خداوند انشالله از همه ما به لطف و کرم خودش قبول کنه.
شما زائر آقا علی ابن موسی رضا هستین، چه زائری که به نیابت از امام زمان آقاش رو زیارت میکنه، به نیابت از شهدای دشت کربلا ذکر فرج میگه. قدر خودتون رو بدونید، نماز زیارت رو بخونید، یک زیارت باحال داشتید، یک نماز باحال هم بخونید، سر به سجده بذارید، سجده شکر به جای بیارید. از نماز استغفار آقا رسول الله فراموش نکنید. اگر فرصت نمی کنید یا بلد نیستید، حداقل 100 مرتبه 150 مرتبه استغفار بفرستید. همین استغفار معمولی استغفر الله کفایت میکنه. هر روز صبح اینطور باشه، چه روز بهشتی میشه اون روزهایی که صبحش با زیارت آقا علی ابن موسی رضا و دعا برای فرج مولا و استغفار آغاز میشه. خداوند انشالله که از همه ما به لطف و کرم خودش قبول کنه. در پناه امام زمان باشید. عزیزانی هم که در عضو خانواده شمیم ماندگار هستن، کلاس اخلاقامون چون که از اینجا دیگه دیرتر میرسیم تا به دفتر بخوایم برسیم دیر میشه، ساعت 8 برگزار میشه کلاس ها. من عذرخواهی میکنم از حضور شما بزرگان. ساعت 8 انشالله در خدمتتون هستیم با سلسله مباحث اخلاقی علامه شبر اسرار عبادت. در پناه مولا باشید یا علی.